تو این ویدیو میخوایم یه نکته مهم رو بهتون بگیم و 2 تا تکنیک بسیار ساده و کاربردی برای بانوان، حالا طبق اتفاقات اخیری که رخ داده. یکی این که همیشه پشت صندلی بشینید، پشت صندلی راننده که دامنه حرکتیشو کم بکنه. حتما اگه میخواد بهتون حمله کنه باید توقف کنه که تا به محض اینکه توقف کرد از ماشین خارج میشید. 2 اینکه اگر دیدید مسیر رو داره اشتباه میره و شما تذکر دادید وای نسو، به همین سادگی 2 تا دست رو میندازید داخل چشش، به سمت عقب میکشونید. وقتی بیناییش آسیب ببینه و نتونه ببینه، شما از همین فرصت استفاده میکنید و سریع فرار میکنید. نکته دوم، میتونید با استفاده از کیف دستیتون یا روسریتون بندازید روی سیپل گردنش و به عقب بکشید. این هم تنفسشو اختلال ایجاد میکنه و به محضی که توقف کرد عقب میکشونید و فرار میکنید. میتونید یه کار دیگه هم انجام بدید. اینو که به سمت عقب کشوندید، یه دورچیپو میتابونید، میذارید لای در و در رو میبندید. همین رو پیاده شو ببینم میتونی. این اگر بخواد پیاده شه حالا نمیتونه پیاده شه. این قفل کرده.